سلام، نفیسه هستم از پیج دلبان استور با آموزش یک سربند زیبا در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که از دیدن این آموزش لذت کافی رو ببرید و برای خودتون و اطرافیانتون این سربند زیبا رو ببافید. بریم که با من بافت این سربند رو یاد بگیریم. برای بافت این سربند من از مروارید شماره 8 نقره استفاده کردم. شما میتونید با مهره کریستالی همین سربند زیبا رو ببافید با هر رنگی که خودتون دوست دارید. و از نخ 5 میلیمتر یا 5 استفاده کردم که با نخ شماره 4 هم میشه این سربند رو بافت. برای شروع همیشه 2 متر نخ رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه وسط بافتتون اگر نخ کوتاه باشه هی قیچی کنید، نخ رو از بین بافت رد کنید و نخ جدید اضافه کنید. پس ما 2 متر میگیریم که کمتر این کارو انجام بدیم و بافت تمیزتری داشته باشیم. خب برای شروع بافتمون ما احتیاج داریم به 9 تا دونه مهره که از یک سر نخ وارد می‌کنیم. به این صورت حالا یه سر نخ رو کوتاه‌تر می‌کنیم در حد 15 تا 20 سانت، چون قراره که سربندمون رو با یه نخ فقط ببافیم. پس ما یک سر نخ رو کوتاه‌تر می‌کنیم حدود 15 تا 20 سانت و از اینجا 2 تا گره می‌زنیم، گره محکم. یه دونه گره زدم، الان گره دومم می‌زنم و خوب می‌کشیم که سفت بشه. اضافه یه نخ کوتاهمون رو از بین مهره‌ها رد می‌کنیم، می‌کشیم که گره بیفته وسط مهره‌ها. به این صورت محکمش می‌کنیم تا چند تا مهره ما رد می‌کنیم که مطمئن بشیم که بافتمون سفت شده. حالا این اضافه نخ کوتاهمون رو با قیچی می‌بریم. خب اینجا یه نکته داره که من همین ابتدای کار این نکته رو بگم که بتونید بهتر و با اطمینان‌تر بافتتون رو انجام بدید. من اندازه دور سر خودم رو گرفتم و در حالت آزاد 56 سانت هستش. برای 56 سانت ابتدا حلقه‌ای که تشکیل میدیم نیاز به 9 تا مهره داره در مهره مرواریدی. من با مهره کریستالی بافتم و فقط نیاز به 8 تا مهره برای شروع داشتم. چون آزمون خطا کردم اینو به شما میگم که متوجه این قضیه باشید، توی مهره مرواریدی و کریستالی اندازه‌ها متفاوت هستن. برای اندازه سر من 9 تا مهره با مهره مرواریدی و 8 تا مهره با مهره کریستالی مناسب است. اگر سر بزرگتری دارید این مهره رو تعداد مهره ها رو 10 تا بگیرید، در کریستالی به جای 8 تا 9 تا بگیرید. اینا رو خودتون هم بررسی کنید، متوجه صحبت من میشید. من خواستم که در ابتدا بتونم کمکتون کنم که مطمئن‌تر بافتتون رو انجام بدید. خب الان بافتمون رو شروع می‌کنیم. برای شروع ما 10 تا مهره احتیاج داریم که از سر نخمون وارد می‌کنیم. ده تا مهره وارد نخمون کردیم. حالا اینجا رو دقت کنید که 3 تا مهره از پایین جدا می‌کنیم، یه ذره فاصله میدیم و سر نخمون رو از چهارمین مهره از این مهره از سمت پایین از این حفره وارد می‌کنیم و از حفره بالاش می‌کشیم. به این صورت خوب می‌کشیم که اینجا یک خونه 4 تایی لوزی شکل به ما بده. ببینید یک خونه لوزی شکل 4 تایی. نخمون رو می‌کشیم و اینجا فقط 6 تا مهره وارد نخمون می‌کنیم. مهره وارد نخمون کردیم. حالا اینجا رو دقت کنید که سر نخ رو ما از کجا باید وارد کنیم. این سر نخ ما از این مهره خارج شده، به این سمت خارج شده. حالا ما از این پشت از این حفره همین مهره که نخ ازش خارج شده نخمون رو وارد می‌کنیم. نخمون رو وارد کردیم و می‌کشیم. به این صورت اینجا یک گلبرگ برای ما تشکیل شده. حالا میریم سراغ گلبرگ دوم. نخمون از اینجا خارج شده، بلافاصله وارد مهره کناری می‌کنیم سر نخمون رو. دقت کنید از مهره کناری نخ رو وارد می‌کنیم. به این صورت می‌کشیم. برای گلبرگ دوم دوباره ما 10 تا مهره توی نخمون میندازیم و به همون روش 3 تا مهره پایینی رو فاصله میدیم و از مهره چهارم از سمت پایین مهره به سمت بالا نخ رو رد می‌کنیم و می‌کشیم که این خونه تشکیل بشه. حالا اینجا دقت کنید ما باید گلبرگ هامون رو به هم دیگه متصل کنیم. اینجا ما 6 تا مهره داریم، 4 تا هم که این پایین شکل گرفته. اینجا نیاز داریم به 6 تا که یه گلبرگ دیگه شکل بگیره. حالا ما 3 تا مهره رو از این مهره از این گلبرگ کناری می‌گیریم، 3 تا مهره رو خودمون میندازیم توی نخ. پس فقط 3 تا مهره میندازیم. 3 تا مهره میندازیم و اینجا رو نگاه کنید. از این بالا کاری به این مهره‌ای که حلقه رو تشکیل داده نداریم. از این مهره شروع می‌کنیم به شمار دادن. 1 2 3. از بالا از توی سومین مهره از سمت پایین نخمون رو وارد می‌کنیم. نخ رو وارد می‌کنیم و می‌کشیم. به همین راحتی گلبرگ دوممون هم اینجا تشکیل شد. حالا ما باید نخ رو از توی مهره‌ها رد کنیم و برسونیمش به این مهره که گلبرگ سوم رو می‌خوایم تشکیل بدیم. از مهره‌هایی که توی مسیر هست نخمون رو رد می‌کنیم. مواظب باشید که نختون گره نخوره. از اینم رد می‌کنیم، از اینم رد می‌کنیم. خب رسیدیم به اینجا، گلبرگ سوم توی خونه سوم. از مهره سوم نخ رو رد می‌کنیم برای بافت سومین گلبرگمون. دوباره اینجا ما 10 تا مهره می‌ندازیم. دوباره 3 تا مهره رو فاصله میدیم. از پایین مهره چهارم نخ رو وارد می‌کنیم مثل مراحل قبل.
و دوباره اینجا فقط 3 تا مهره میندازیم و از مهره سوم گلبرگ قبلی وارد میکنیم. به این راحتی گلبرگ سوممون هم شکل گرفت. اینجا نختون رو خوب بکشید که این لوزی ها قشنگ فرم بگیرن و سفت بشن. و بعد هم که نخ رو از حفره های کنار رد میکنیم تا برسه به مهره چهارمی که قرار گلبرگ چهارم رو درست کنیم. به این صورت رد میکنیم، میکشیم محکم، از مهره چهارمیمون هم رد میکنیم. به این صورت 3 تا گلبرگ داریم. چون ما اینجا 9 تا مهره داشتیم پس نیاز به 9 تا گلبرگ هم داریم. 8 تا گلبرگ رو به همین صورتی که آموزش دادم با هم دیگه ببافیم. به گلبرگ نهم که رسیدیم با هم دیگه انجام میدیم که متوجه نکتهش بشید. خب اینجا ما رسیدیم به بافت گلبرگ نهم. نخ منم کوتاه شده. بعد از بافت این گلبرگ اضافه کردن نخ رو بهتون آموزش میدم. اینجا دقت کنید دوستان، دو طرف گلبرگ نهم ما مهره هست، یعنی هم سمت راست و هم سمت چپ این گلبرگ نهم مهره هست. پس ما کاری که می‌کنیم اینه که مثل قبل که از بالا 3 تا مهره میشمردیم، 3 تا مهره رو در نظر میگیریم، نخمون رو از این 3 مهره اول رد می‌کنیم. این دو تا، اینم سومی. خب چون 3 تا مهره اینجا داریم فقط 7 تا مهره دیگه میندازیم که اون 10 تا مهره‌ای که برای گلبرگ‌های دیگه مینداختیم اینجا شکل بگیره. 3 تاش که از گلبرگ کناری گرفته شده، ما 7 تا میندازیم. طبق روال پیشمون 3 تا مهره رو فاصله میدیم از مهره چهارم، نخمون رو رد می‌کنیم. خونه 4 تایی رو تشکیل میدیم و دوباره فقط 3 تا مهره میندازیم. و از خونه سوم، از مهره سوم 1 2 3 از سمت پایین به سمت بالا رد می‌کنیم. به این صورت نهمین گلبرگ ما هم شکل میگیره. حالا دوستان اضافه نختون رو اگه نخ شما بلندتر باشه که چه بهتر، اگر مثل من نختون کوتاهه همینجور رد کنید. از داخل مهره‌های مجاور رد می‌کنیم. محکم می‌کشیم. من نخم رو به این قسمت رسوندم. یه جا براش پیدا می‌کنیم. حالا من ترجیح دادم که بین این دو تا باشه که بتونم راحت‌تر بهتون نشون بدم. اینجا نخمون رو دقت کنید من چیکار می‌کنم. نخ رو از زیر مهره رد می‌کنیم. از اینجا رد می‌کنیم. اینجا یه حلقه تشکیل شده. از وسط این حلقه یک گره اینجا تشکیل میدیم. می‌کشیم. محکمش می‌کنیم. یه گره اینجا تشکیل شد. دوباره می‌تونیم این کارو تکرار کنیم. از زیر مهره ما رد می‌کنیم. حلقه تشکیل شده اینجا. سر نخ رو از وسط این حلقه می‌گیریم می‌کشیم. به این صورت گره دوم هم شکل می‌گیره و بعد می‌تونیم که نخمون رو از مهره‌های کنار دوباره رد کنیم، بکشیم که این گره وسط مهره‌ها بیفته و بافت تمیزی در بیاد. این برای کوچک شدن نخمون انجام میشه که به همین سادگی ما نخمون رو 2 تا گره زدیم، رد کردیم که سفت بشه و دیگه از توی بافتمون در نیاد. حالا من از اینجا باز رد می‌کنم تا جایی که جا داره، نخمون کوتاه نشده، هنوز می‌تونیم از مهره‌های کنار رد کنیم که مطمئن بشیم بافت سفتی داریم. اگر دوست داشته باشید میتونید دوباره اینجا یه گره دیگه ایجاد کنید، دوباره نخ رد کنید، ولی با همون 2 تا گره‌ای که زدیم بافتمون سفت شده. خب من دیگه نخم رو اینجا میچینم. حالا برای اضافه کردن نخ بهتون میگم که چیکار کنید. ادامه بافت ما باید از این مهره ها شروع بشه. مهره های کناری. با مهره پایین خونه 4 تایی کاری نداریم، با مهره چپ یا راست این گلبرگا کار داریم. خب چون قراره که نخ اضافه کنیم مستقیم از اینجا نمیتونم نخ رو وارد کنم، پس میرم از ردیف های بالاتر نخم رو وارد میکنم. به این صورت من اینجا رو در نظر گرفتم. شما میتونید از هر جای دیگه که خواستید نختون رو وارد کنید و یک سمت نخ رو کوتاه‌تر میگیرم که بتونم اینجا گره ایجاد کنم. خب به همون شیوهی که آموزش دادم از زیر مهره نخ رو وارد میکنم. به این صورت دقت کنید از زیر مهره نخ وارد شده. اینجا حلقه تشکیل میشه. سر نخ رو از وسط این حلقه میگیرم میکشم. یه گره ایجاد شد. دوباره گره دوم به همین صورت از وسط حلقه نخ رو میکشم. اینم از گره دوم. حالا از حفره‌های کناری نخم رو رد میکنم که گره رو بندازم وسط مهره، بافتم تمیزتر بشه و همین که اینجا حسابی نخ رو سفت کنیم. خب من نخ رو تا جایی که میشد رد کردم. از اینجا نخ رو قیچی میکنم. حالا میرسیم به نخ بزرگترمون. نخ رو همونطور که گفتم باید برسونیم به مهره‌های کناری خونه لوزی شکلمون. به این مهره میخوام برسونم. پس نخ رو از مهره‌ها رد میکنم، مهره‌ای که توی مسیر هستن، تا برسونم به مهره‌ای که مد نظرم هست. و رسیدیم به این مهره که من نخ رو میکشم. دقت کنید که فقط گره ایجاد نشه اینجا.
خب نخ رو کشیدم و رسوندم به این قسمتی که بهتون گفتم. الان اینجا ما فقط نیاز داریم که 5 تا مهره بندازیم و دوباره وصل کنیم به این قسمت. 5 تا مهره میندازیم. سر نخمون رو از سمت پایین از این مهره کنار عبور میدیم. یه نیم دایره 5 مهره اینجا ایجاد شده. الان ما دوباره باید سر نخ رو به این قسمت برسونیم که خیلی راحت و مستقیم این کارو میکنیم. سر نخمون رو دوباره از مهره کناری رد میکنیم. دوباره 5 تا مهره میندازیم به همین صورت توی مهره سمت چپ، از این ور دوباره مهره سمت راست دوباره وصل میکنیم. به همین صورت کل این دایره رو به این صورت میبافیم تا اینجا ببافید. ادامه رو با هم دیگه انجام میدیم. رسیم به ردیف آخر که من دوباره 5 تا مهره میندازم و این ردیف هم به پایان میرسه. میریم سراغ ردیف بعدیمون. از اینجا وارد میکنم. خب حالا دوستان ما باید برای ردیف بعد وسط این 5 مهره رو در نظر بگیرید که میشه مهره شماره سومی که دو تا این سمتش قرار میگیره، دو تا این سمت. ما این نخ رو از اینجا میرسونیم به وسط مهره سوم این ردیف. دو و اینم سوم. این میشه وسط این مهره. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا ما نیاز داریم به 9 تا مهره. 9 تا مهره توی نخمون میندازیم و وصلش میکنیم به مهره شماره سوم، یعنی وسط ردیف دومی. نه تا مهره انداختم. حالا از وسط ردیف بعدی که مهره شماره سوم میشه مهره رو رد میکنیم و یه همچین شکلی اینجا به وجود میاد. دوباره ما همین کارو تکرار میکنیم تا آخر به همین صورت 9 تا مهره میندازیم از وسط خونه قبل به وسط خونه بعد. همین کار تکرار میشه تا یک حلقه دیگه اینجا تشکیل بشه. انجام بدید. دوباره به اینجا که رسیدیم ادامه بافتمون رو انجام میدیم. دوباره به خونه آخر میرسیم. 9 تا مهره میندازیم و از همین خونه‌ای که شروع کرده بودیم به بافت، از همین خونه دوباره نخمون رو وارد میکنیم و متصلش میکنیم به 9 تا مهره خونه بعد. به این شکل تا اینجای کار بافت ما به این صورت در اومده که بچه‌ها ما دوباره اینو ادامه میدیم. به همین صورت نخ رو میاریم از اینجا وسط 9 تا مهرمون رو پیدا میکنیم که وسطش اینجا میشه مهره شماره 5 میشه. نخ رو به اینجا میرسونیم. دوباره 9 تا مهره میندازیم وصل میکنیم به خونه وسط بعدی. دوباره به همین شکل همه رو انجام میدیم و هی کم کم این سربند شکل گنبدی به خودش میگیره تا جای ادامه میدیم که هم فرم قشنگی بگیره روی سر و هم وقتی که روی سرتون قرار میدید وسط کار به اون میزانی که دوست داشتید رسیده باشه. من معمولا تا 4 ردیف ادامه میدم. ممکنه شما با 3 ردیف هم براتون کافی باشه و 3 ردیف دوست داشته باشید. حالا با هم دیگه میبافیم تا ببینیم کدوم زیباتر میشه. از اینجا به بعد دیگه کار به همون شکله تا آخر و همین شکلی که شما مهره شماره 5 که مهره وسط خونه 9 تایمون هست رو پیدا میکنید. 9 تا مهره میندازید وصل میکنید به خونه بعدی. همین کارو ادامه میدید. هر جا که نخ هم تموم کردید به همون شیوهی که بهتون آموزش دادم نخ رو گره میزنید، از بین مهره ها رد میکنید و بعد میچینید و نخ اضافه هم از اینجاها بهتره که از اینجاها وارد کنید که اینجا بتونیم سر نخ کوچیک‌ترمون رو گره بزنیم و از بین این مهره ها ادامه نخ رو رد کنیم و اضافهش رو قیچی کنیم و مهره و نخ بلندترمون رو از اینجاها عبور بدیم و برسونیمش به این قسمت. اگر سوالی هست توی کامنت ها دوباره از من بپرسید. خوشحال میشم که بتونم مشکلتون رو برطرف کنم. امیدوارم که آموزش طوری باشه که مشکلی براتون پیش نیاد. خب من چند ردیف دیگه پیش رفتم و به این شکل اومد سربند کاملا شکل گنبدی رو به خودش گرفته و اینکه این دیگه میتونه سلیقه خودتون باشه که دوست دارید به این اندازه ادامه بدید. اگر از اینجا شروع کنید به شمردن از زیر گلبرگ ها 1 2 3 4 ردیف شده، میتونید تا 5 ردیف هم ادامه بدید. روی سر خودتون تست کنید ببینید کدوم اندازه رو دوست دارید. و من اینجا دیگه نخ رو مثل سری های پیش که بهتون آموزش دادم از این زیر میبرم و در این حلقه میکشم، 2 تا گره میزنم و از بین مهره ها رد میکنم و میچینم. در اینجا بافت ما به پایان میرسه. این سربند زیبا شکل میگیره و امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. اگر این آموزش رو دوست داشتید برای من کامنت بذارید، این پست رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. متشکرم که با من همراه بودیم تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.